شوی ویلتر ششتگیشته مامورده بگه سرت مونه نیکی متن خطی فونیکلارت زارمار نکنون فهمیدی او چه اتم کمی چی میگوی؟ اتم وقتی مردنش بیا وقتی مردنش بیا بگی باید که سقل آدم بگیشون آدم در کار نیستن های سرت مونه چی میزنی بچه ما؟ این بچه رو من میهنت کردم پروردن شوایی درست فهمیدی؟ اینجا باشه هیچ کار نیستی من سیجی واسطه آدیخ کردستم اولی شهری خدا در جست نمونم نمیمونم خط بدین یا سوای دوای از چرتی مردی دوای شب روشه نبینم دوای از سودوا ولی بیز ولی مطرح به هر مرد 40 هنر کم است ولی ما تا جای آگاه هستیم شما از 40 هنر هم زیاد دارید یعنی هنگام نورسی خیلی کسب‌ها رو از خود کردید ولی شما کسب اکتوری رو یعنی به خود عیب دانستید موافق دانستید چرا این سوالتون به من که معقول شد همین من میخواستم یگان وقت یگان کس بیدیت با یگان کسیت من جوابش دیم خودم هم به خودم سوال میدیم برای چی من اکتور شدم جوابش یافتم به نزدیکی با یادم اومد در قشلاق زندگی میکردیم من در قشلاق تولد شدم میتونم انا یک 3 ساله بودم ده 3 ساله بودم و کینو آوردند اما قشلاق ده در او قشلاق چراغ هم نبود سوید نبود من در تاریکی بودیم چراغای خیلی بابایی بود ده بعد خیلی آوردن کینو و سانی سفید کشیدگی کلان اکو اون وقت من از کجا میدونم اینو چی میکنند کینا کامیرای موندن و چی موندن اپاراتورای خودشون موندن از پشت مردم در زمین شدگی این مچیتی کهنه بود چپا گشتگی دیوارو گشتگی پشتش پخته خلاصه همین مردم قشلاق در اونجا نشسته باید کینو تماشا کنن منم بردن بعد من میگم چی کار میکرده باشم یک وقت که موتور در ترس در اومد من بودم خدا بینم سفید شده و خیلی چی خیلی رنگ پیدا شد اونجا سیاه سفید بود آخه کینوهای سیاه سفید بود نه بینم اونجا که آدم ها پیدا شدن شمشیر رو در دست یک دیگر رو تا میزنن این طرف میزنن اون طرف میزنن میبروین میفروین اینش آغوش میگیرد اینش کجایی میگریزد چیوی میگوین من باشم حیران گفتم آدم هم در همین درونی سون در آمده میتونست از ده کودک 30 ساله بعد همین تو چندی که کینوی بیشتر نشان دادن ذوقم زیاد شد من گفتم تمام من کلان شدم درونی همین سونده میدارم خیلی کودکی هوشیار و زیرک بودید از علاقه از سن 3 سالگی خاطره ها هستن هست من از 1 سالگی به یادم است من بسیار بچه عجیب بودم بعد گفتم من همین درونی سونده میدارم خیلی اینا میخندم بوده اگه تو درونی همون سون میداری من اونجا من میدارم یکون وقت شما من همونجا میبینید انا میخیل مایده همین اوزوچه ها جمع شد بعد پدرم این خیلی بود که یک وقت وای هم باید گیتیز میرفته است لیکن من تولد شدم تمام گیتیزش به آخر رسید معلم موند انا آرزویش هم موند انا آرزویش در من میزد وای رژیسور میشد من اکتور او به من هر خیل نقشه چا میداد انا اینا بازی میکنی وای بازی میکنی شعر میخونی سرود میخونی انا رقص میکنی مهمانای پدرم باشن جمع شدگی خوراک خورده یام باش کده من تماشا میکردن بعدی همین به من قنفید میدادن اصلا چی کدام زور بشد زور میشد میفتن برای من یک خوشبختی بود یک قنفید میدادن من 10-15 دقیقه برای اینو سانچو میبوزیدم و یا قرصک میزدن این به من معقول یعنی شما بود. تنها سانچه میبوزیدید؟ نه بود اپام بود خیلی دو درکوی چی هم بودن اونا یاردم چی بودن اونا اکو گویم من قهرمانی اساسی و یا اکو دویم درجه من همین خیلی اویسته مکتب رو هم صیف 1 میخوندم که
یکی کدوم موسیقی سر دادن، یک موسیقی عجیب سر دادن. من یکی در رقص در اومدم. همین وقت یک معلم در اومد اینا کروژک ببرید. تمام 10 سال دیگر در کروژک مکتب بودم. و من شما از خردسالی یعنی تقریبا از 3-4 سالگی علاقه روی صحنه بوده تا امروز. بله. یعنی صحنه زندگی از صحنه تئاتر یا سینما چی فرقیت داشته است؟ من زندگی خودش هم تئاتر است. راستگی. اینا اونقدر از یکدیگر فرق کلان ندارن، چون که چی چیزی که در صحنه ما بازی میکنیم از زندگی میگیریم. اکو بینید که چهل که زندگی نمیکنیم، مثال ما خودمون نمیفهمیم، ولی این علایده گوییم صحنه چند در زندگی گوییم یک سریالوی کلانی. بله درست است. فیلم های بسیار سریاگی. فیلم های بسیار سریاگی است. بله. بعضا میگم که من اکو همون چیم ما گذروندم. درست است. مرحله ها رو پشت سر کردید. بله. ورزشکاران تولید شدید، به کمال رسیدید و با ورزش نیز مشغول بودید. یعنی اولاد شما هم گوشتینگیرو هستند. چون پدر میخواستند که شما یعنی اکتور شوید. امک‌های شما مگر نمیخواستند که شما گوشتینگیر شوید؟ برای چی نمیخواستند؟ میخواستند که گوشتینگیری بهترین من شوم. اونا من همه وقت میبردند با بچه های همسین سال خودم گوشتین میداختند. مادرم لباس های زیبا میپوشاندند، با کوچه سر میدادند. خدا نکرده باشد که یگان امکم بیاید در راه ما نبیند، در راه من میکرد. یگان کودک میدید جبیو همین قطعی گوشتین بگیری. انا لباس و فسان من باشم در درونی همون خاک و چی همین گوشتین گیر و تاگی خاک بیا مادرم باشد. اینا چیکار کردم بچه من همین را فسان میکنم، میبرم که یک کس بیننش بچه که خشروی چیش بگن میآید اینا غیل زدگی چیکدگی قب بیزی بش کردن. پدرم میگو جگر نه مردیگری را یاد گیرن، این در سین سالش کلان شد در کار میشد. فهمیدی؟ مرد باید مرد باشد. طرف مادری هم باشد بسیار با مهر من کلان میکردن. 5 خاله داشتم، همه در خدمت من، چون که من در اولاد مادری هم پیر مراد ده. یگانه بچه‌ای که اولین بچه‌ای که به دنیا آمدم، بنابراین مامان هم فرمان داده بود که همه تو در خدمتی انمی شاه بچه میشید. بنابراین ویا من بسیار کوشش میکردند با مهر کلان کنند، لیکن سبب نام گذاشتن اصلانشو هم شاید همین است. بله. شما از پدر یعنی از اولاد پدری شما یعنی درسی مردانگی رو گرفتید. بله. و از مادر باشد مهر و وفا رو. از کودکی من کم سحنه میفهمیدم، لیکن سحنه بله، لیکن و براستی من هیچ گمان نمیکردم که من در تئاتر کار میکنم. من میدونستم که من آدم کینو هستم، من باید در کینوها برآمد کنم. همین خیلی شد که آمدیم برای ما استودیو نکشودند، گرچندی که حکومت روان کرد اینقدر مبلغ ها صرف کرد، ما را در نزد یکی از استادان بزرگ آموزاند. برگشتیم گفتن جان نیست، همین در تئاتر لاوتی کار کنید. تئاتر لاوتی یکی از تئاترهای مشهور همون دوره ها بودین، چی بگیم پدری تئاترهای تاجیک. از این جهت روزهای اول برای من مشکل بود، چون که قبول کردن نمیتوانستم. من آدم کینو در تئاتر، یعنی باز یک مکتب دیگر مجبور شدم که از سر نو 3 سال دیگر اینها آموزم. با وجودی که من بیقرار بودم، من مثال در فیلم های دیگری خودم از آمدنم در تاجیک فیلم الکی جای خودم یافته بودم، رول های کلانم نباشد. بله نقش می‌بازید. لیکن هر وقت 2-3 فیلم هر سال مثال اشتراک میکردم. 1-3 سال در تئاتر لاوتی در صحنه های خلقی همه وقت یک جامعه میپوشوندن، یک ریشه می‌بندن.
برای اون که رویم اساستر تماشاگی نبیند کمتر رژیسور رو پشتم میگردوندن که من خیلی یعنی در مسافه فقط شما رو استفاده می‌کنید مسافه و بعد اسپکتاکل کودکانه با واسطه چی کردیم از همین گونه مسافه شما مشهور شدید میدونید دوخونده بازی میکردیم در دوخونده من خلق یکی از نماینده خلق بودم اینجا هم اکتورهای مشهوری توجیک بازی دارن این طرف قهرمانو من خلقیده که برآمدم یادگار برآمد و یک سخن به من دادن یادگار جان شما تماما اومدید یا که باز میروید همون من با طرز خلقی گفتم یادگار جان تماما اومدین یا که با میرین همین گپ دیگر ویردی زبانی تماشابینا شد نه تنها تماشابینا همون اکتورها علاقه من هم میدن یادگار جان تماما اومدین یا که با میرین بسیار بودینش در هر یک اسپکتاکلی که بازی میکردم یک جایی بود که با دل تماشابین البته جا میگرفت برای کودکان هم بازی میکردم دوید همه کودکان دوید گپای من همه وقت تکرار میکردن در کدام اسپکتاکلی که بازی نمیکردم کم کم مثال همون تماشابین باز تکرار میکرد از فیلم گروگان مثلا یک قصه خوب رو شنیدم که وقتی مادرتون فیلم رو تماشا میکند پسرم رو پروندم باز چه قصه ها هست از همین گونه یعنی لحظه ها هست از فیلم های که شما نقش آفریدید یک دیگر رو نقل نمیکنم همینش نقل کنید آمدم گروگان بازی کردیم بعد مادرم گرفته و یک کینوتئاتری کم سمول بود در کلون مادرم گفته من فیلم ما برآمده است برام هایلش گفت بردیم در بین شنوندم مردم بسیار جمع شده که وای فیلم بسیار نامدار بود بله تماشابینا بسیار می آمدن تماشا میکردن همون وقت چیش با بردم مادرم در مرکز شنوندم و گفتم بچه تدبین همین یک وقت آخری فیلم و یک تیر در پیشونی من میزنن من بپرسم ای بچه ما کشتنه ای خونه سوخته بچه ما کشتنه بچه من اوچه گریه نکن بچه زنده ما در پیش اتخاب که بچه ما کشتنه هیچ از یادم همین نمیرد در همین دوران استقلال نه تنها در دوره شوروی یا در دوره سالهای جوانی شما رو در فیلم های روسیه استفاده می‌بردن یا در فیلم های خارجی سالهای آخر نیست شما رو استفاده می‌برند در فیلم های خارجی اکنون دیگر در مسافه و اپیزود نه بله دورهش آمد که اون روزهای وزنی نه که گذراندم طاقت کردم من یعنی گفتی خود قله رو خور کرده برآمدید خور کرده برآمدم انا اکنون آنها خودشون من در رول‌های اساسی جیغ میزنم خیلی وقت باشد میرم نباشد میگم که من در همینجا کار دارم میبخشید ما یک جا اصلا با رسیانا یک جا خیلی سال شد کار میکردم اما از وقتش کار میکردم در دوبله در تنیروفکه بیاید آنمی اصلانشو بیاید در پهلویم باشد بعد ما دو کسه میکنیم همین کار مجبور شدن بعد من باز جیغ زدم باز من رژیسوری همون چیاشون آوازچیاشون شدم اونجا بسیار جویا به زبان تاجیکی من خودم گردانده بودم در فیلم با مامای گفتم گوش کن تو در افغانستان خدمت کردگی تو باید که اگر خواهی که بدیل مردم ما جا شوی تو باید کمتر اقلا به زبان همین فارسی گپ زنی به زبان تاجیکی من چخیل کنم گفت من گفتم من به تو یاد میدم اینجاش هم خیل میکنی این خیل میکنی انا یک یعنی چند سخن ها یاد دادید یا یک جاش هست که انا همون نامی قهرمانم چیزی بود وای اگر نورالی اگر اكو по-русски میگم если Нурали придет то он его накажет он знает что с ним делает мамаев من نشان داده بودم وای میگردد طرف من میگه کالاش میگیرد البته конечно میگیرد شو как с ними در زندگی خیلی سختگیر هستید
نمیدونم برای من این یک چیزی که قانون زندگی، این قانون زندگی است. باید هر کس رعایت کند قانون زندگی. چخیل توی دستی توی میگیرن تو باشین ناحقی میکنی نسبت به یک انسان یا یک کار افتاده نزد تو میآید از دست تو همین کار میآید و تو همون اجرا نمیکنی. چخیل کدام وجدان تو چخیل وجدانت توی آسوده میگذارد. وجدان باید من مثل قانونم وجدان من است. وجدان من باید که من عذاب نتید. هر کس هر گپ گفته میتواند، لیکن وقتی که وجدان بیدار شد و گفت که تو در راه خطایی، انا این بدبخترین برای انسان است با فکرم. و یک خصلت دیگر نیز دارید، وقتی با شما کسی هم صحبت میشود شما خیلی یعنی جدی صحبت میکنید، ولی به نظر شنونده که شما رو میشنود هزل‌آمیز است، میخندد یا که تبسم میکند. این سری چی باشد؟ در چی باشد؟ سیرش در آن است که اینم یک چی بگم یک تربیه است. با آدم اگر خواهی که گپت گذارد در آینده همین سخن تو به وی یک منفعتی رساند، به گوشش درآید، به دلش جا شود، تو حقوق نداری که در نفسی وی زنی یا که بگویم خودت بلندتر گیری. تو باید برابری همون انسان باشی. من استادم هم وقت میگفت هیچ وقت نگذار که از دیگران خودت بالا گیری. هیچ وقت. سرگی بندرچوک میگفت با وجود این خودت از دیگران پست هم نگی، برابری همه انسان تو باید باشی. اینا من از 16 سالگی علاقه درک کرده بودم و کوشش میکردم که با کسی نباشد برابر گپ زنم. بنابراین همین وقتی که با هم صحبتت برابر گپ میزنی، در حقیقت سخنرانی من شاید با طرز خودم هست، به دل همون آدم میدراید، لیکن سخنهای در کاری هم به معنیش جا میگیرد. بله درست است. وای چی نمیکند، وای چی میگن، از این گوش در اومده به وای گوش بسیل نمیکند. وای الکی منم به خاطرش نایم، همین سخنهای من، همین پند من الکی در دل وای جا میشود. یک روز به همون آدم یک منفعتی میرسه. شما از استاد خود بندرچوک نه تنها درس اکتوری، نه تنها درس کارگردانی، شما درس زندگی نیز آموخته اید. بسیار. نمیدونم برای چی، لیکن استادم همه وقت با من بغیر از آنی که درسی مثال صحنوی نشان داد، راه زندگی رو هم نشان میداد. در من چیزی رو میدید، من رو نصیحت میکرد. وقتی که به او گفتم که و استادم گفتم که من میخواهم مانم رژیسوری در همچون رژیسور باز خوانم، گفت من به تو امید دارم. من امید دارم که همچون هنرمند تو در بین مردم خودت میبروی، آبروی منم میبرداری، چون که من به تو بسیار چیز دادم و اون چیزی داده خودم رو من میخواهم بینم، نتیجهش رو بینم. رژیسوری باشد اینش هم من تو آموزاندم. اون وقتی که به قله بلندتر برآمدی و مردم توی شناختن، خودم آمده به تو میگویم که رو رژیسوری کن. در حقیقت همین خیلی هم شد. در دنیای ایجاد و هنر نه هر نفر میتواند شناخته و اعتراف شود، ولی قهرمان ما از آن هنرمندانی است که برای همیشه در میان مردم در مقام اول قرار داشته، محبوب همگان بود، هست و میماند. قهرمان ما آرزوهای زیاد دارد و به حیات و زندگی با چشم امید مینگرد و با دل گرم عمر به سر میبرد، زیرا ایجادی نو به سر دارد و میخواد آنها را عملی سازد و ما برای عملی گشتن آرزوهایش موفقیت و بردمی و سلامتی تمنا داریم. بگذار برای فرزندان و نبیره‌هایش بهترین پدر و بابا باشد و برای ملت تاجیک هنرپیشه دوست داشتنی و در یاد ماندنی